سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. من بعد ایکس هستم و اومدم براتون با سومین ویدیو سری استفاده از گانایی که خیلی کم توی کال آف دیوتی موبایل برداشتی میشن. و این گان یه گانیه که یعنی خودم انتخاب کردم و گانیه که خیلی خوبه و توی مولتی هم هست و خلاصه بریم باهاش اشغال کنین و صفا ببرین. بدون معطلی بریم سراغ این ویدیو. لایک و بزن که نش فراموش نشه. Let's go. خب رفقا، بریم برای تستش. اول اتچمنتش رو هم به شما بدم. این اتچمنتش هست و جز اتچمنت هایی که میتونیم به لیدر بردم ببرینش و خلاصه کار رو اندازن اتچمنتش همینه دیگه. متیکش هم داشته باشین که چه بدم، ما که نداریم، حالا واسه ما نصیب نشده که متیکش هم داشته باشیم و خلاصه این اصل کاره. بریم برای تستش. کریستیکس متیکش ولی من میتونم بگم توی بتل رویال حداقل بهتر از توی مولتیشه و از مدل سادن بهتر، یعنی جزو گاناییه که خیلی خوبه. همه چیز فایر ریت عالی، کنترل عالی. بزنین دمیجش هم نشونتون بدم. دمیجش هم هد بزنین 3 شاته، یعنی مثل اینطوری اینطوری. خلاصه دیگه گان عالیه. الان من میدونین پینگم که خوبه، از پینگ نیست مشکلی، ولی چی میگم به اون، الان من یکم چطور بگم سنسیویتیم به هم خورده یکم، نه خیلی، یعنی با این پلی دادن خیلی سخت شده و واسه همونه که توی این ویدیو تست توی رنگ نداریم متاسفانه و امیدوارم که سنسور بتونم درست کنم چون خیلی برم ریخته. الان با 4 تا انگشت به زوم میتونم کنترل کنم و خلاصه یه جور حلش میکنم غمتون نباشه. از این بعد توی همه این ویدیوهایی که میگیریم تست رنگ هم هست، نگران نباشین. سنس هم درست کنم، البته گذاشتم کد سنسو، ولی اگه بریم ویدیوشو ببینین گذاشته بودم بهترین سنس مولتی و بتل رو بردونم ببینین و حمایتش رو بهتر کنین که واسش خیلی زحمت کشیدم و الان از همونه سنس هم خراب شده چون کد سنس دیگه گرفتم. این کد سنس هم سیو نکرده بودم و همینم که توی کامنت واسهتون گذاشتم به زور پیدا کردم و خلاصه دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. تا ویدیو بعدی فعلا خدا نگهدار.